السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صدقت خوب برادر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خوش آمدن برادر. الله سبحان برکت میده. الحمدلله برادر، خوب هستیم. شما خوبین؟ سلامتی خوبان؟ احوالتون خوبان؟ عید به خاندان هر یک شما مبارک باشه برادران عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدی برادران. ساز هستی؟ خوب هستی؟ احوالاتون خوبان ان شاء الله؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته برادر عزيز. خوش آمدین. عليكم السلام ورحمة الله. خوش آمدید دوستان. چه حال دارین؟ احوالاتون چخیرن؟ زندگی خوبان ان شاء الله که این روزها برادر که همش نفل میشن ان شاء الله که همون نفل گفتن یاد کنین ان شاء الله که قبولی پروردگار از قلبها با خبر ان شاء الله که عليكم السلام ورحمة الله وبركاته برادر. الله سبحان غریبا را در حفظ امانش نگهبان باشه. پروردگار سربلند دنیا و آخرت براتون نصیب گردانه. ادای شما را مبارک برادر. ان شاء الله برادر عزیز. الله سبحان اعمالها و روزاها و نیکی هایی کرده ایم را الله سبحان به درگاه خودش بپذیره. آمین یا رب العالمین. الحمدلله برادر، خوب هستیم. الحمدلله خوب هستیم برادر. نخو تک تیجی. الحمدلله که خوب هستیم. شما خوبین؟ احوال خوبان؟ زندگیتون خوبان ان شاء الله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت
وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح
إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. شامل برادر عزیز الله سبحانه جزای خیرتان تی برادر نخوتك تجي الله سبحانه بركاته تی برادر الله سبحانه جزای خیرتان تی برادر عزیز. إن شاء الله برادر أنا وبرادر من خواستن که مقصد رقمای مورا همو بانیری شبکه من نو ایواز کردیم. انشاءالله که دام پایان رقمای ما هسته هر خواسته که داری انشاءالله که میتونی که همجا دسترس کنی. ایمو وایبر واتساپ همه چیش هست الحمدلله دامو هر گفتن یکی هست انشاءالله که ما در خدمت هستیم برادر. ودیره کم ترک شرایطی استودیو مقدر ساز نیسته انشاءالله که کم ترک آمادش کنیم خوب ترش کنیم خدا خواسته باشه انشاءالله که در خدمت شما هستیم برادر.
نور برادر، نفهمیدم. سوره نصارا. خوش آمدن انشاءالله. انشاءالله. الله سبحان برادرای غریبا نگهبان باشه. نسخه 33 موزیل مجید نویسته میتونسته باشه. نسخه 33 4 تا نه 06 همجون هسته برادرها. الله سبحان برادران نگهبان باشه. من همین رقم ما برادران نویستم. سهراب برادر نویستن انشاءالله که رقم ما هست انشاءالله. در خدمت شما هستیم برادران. وصلى الله على نوری کزو شد نورها پیدا، زمین از حلم او ساکین، فلک از عشق او شیدا. از او در هر تن شوقی، از او در هر دل ذوقی، از او در هر زبان ذکری، از او در هر سری سودا. منور عالم از رویش، معطر خود بازویش، معنبر هر دو گیسویش، دو زلفین شبیه یلدا. محمد احمد و محمود که وی را خالقش بیستود، از او شد بود هر موجود، از او شد دیده ها بینا. اگر نامی محمد را نیاوردی شفیع آدم، نه آدم یافتی توبه، نه نوح از غرق نجینا. نه ایوب از بلا راحت، نه یوسف حرمت و حشمت، نه عیسی را مسیح آمد، نه موسی را یدی بیضا. دو چشمی نرگسی نشرا کی واللیلی، دو چشمی نرگسی نشرا کی ما زاغ البصر خانی، دو زلفی عنبری نشرا کی واللیلی اذا یغشا. ز سر سین اشجامی الم نشرح لك برخان، ز معراجش خبر خواهی فسبحان الذي اسرا. ز معراجش خبر خواهی فسبحان الذي اسرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. انشاءالله که بعد هم افیر برادر عزیز.
برای روزه 6 روزه برادر عزیز انا پیوسته گرفتن بهتر خوبتره. اگر بینم یک روز بگیری و یک روز پرتوی اشکال نداره، که خوب باشه اما پره بگیرین انشالله که بهتر خوبتر میشه. الله سبحان برکت ده. آرامش دل الله سبحان برکت ده. برادر عزیز نی برادر خاری مای آرامش دل انشالله که داخل شوین در شبکش. خارجون سیل که کانال تون بگذاره انشالله که داخلی برادر دستگیری که قاری به حد خوبه هست. الله سبحان جزای خیرش ده انشالله که یکم چی بختانه میگیری از شبکه برادر. شبکه برادر من آرامش دل انشالله که داخل شوین. خارجون شبکه تا بگذار انشالله که برادر یک داخل شوان شبکه ده سیل که کانال تا بگذار. خوش آمدی خوری عزیز. علیکم سلام برادر. انشالله برادر شبکه ده هست ولی کم ترک صدام خسته برادر عزیز. اسلام و برادر عزیز انشالله که شبکه ده گذاشتگی هستیم اما انشالله برادر انشالله یک چند مدت پیوسته گرفتن بهتره. پیوسته گرفتن خوبتره بهتره. نکه انشالله که اما یک مقصد انسان وابستگی داره. هم یک روز بگیری و یک روز بخوریم انشالله که اشکال نداره. اما 6 روزه با پرگی ادا کنین انشالله در دوام ماه انشالله که خوب نو میشه. نه که خوبتر بهترش همین 6 روزه یک کش بگیرین انشالله که بهتر خوبتر میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم.
علیکم السلام و رحمت الله. برادرمون قاری محترم قاری علی شیر شبکهشان آرامش دل انشاءالله که داخل شوه آبونه شوه انشاءالله که دستگیری کنید قاری جانا انشاءالله که به حد نشیده های دلچسب دل آرام کننده داره به حد انشاءالله که در خدمت انشاءالله کهش آبونه شوین دستگیریش کنین قاری را کنارش باشین انشاءالله. الله سبحان جزای خیرتان دید. برادران انشاءالله که به خاطرتان باشه اگر یک عربچه گرفته بدیم انشاءالله که همه با خبر هستین. امروز روزی که روزی والله اعلم 29 ماه مبارک رمضان بود 29مش ما عربچه کمتر آب رسیدم مشکش ده ای کار مونده ای مقصد که قریب طولی 3 روز می شود 4 روز می شود ما عربچه ما مقصد در خدمت نیسته بسیار وقت مقصد در خانه مدیر انشاءالله که مولی یک کمترک و یکم متخصصات پیشنهاد کنیم اگر که توانی تعمیرش باشه انشاءالله که خوب و نقد اگر که نباشه انشاءالله یکم زبور میکشاییم انشاءالله که دستگیری کنین به خاطر الله ما عربچه که آباد کنیم که خیلی مدت شد تلکه 4 روز می شود یک عجیب بود حالت ایرک الله میدانه و مقصد خودی همون شخصیت الله سبحان جزای خیرتون تید انشاءالله که ما باور دارم که شما مرا خوب درک میکنی خوب میفهمین انشاءالله کمتر نیاز به دستگیری تون دارم که معربچه با دوباره مقصد به گشت خودش با برگرده یک مسجد رفتن بود که مقصد الحمدلله که حرکت میکردیم مسجد میرفتیم میومدیم الحمدلله که این امیر جمعه رفتم یا عربچه که شکرانه خدا الحمدلله کمتر سخت میروه خسته میشه انسان یا حرکت میکنی میره یک روز با یک روز دو روز با خود نمی مقصد با همه خستگی بالات بیایم و هم خاطر انشاءالله که اون ویدیو میکشویم اون ویدیو چی میکنیم خدا خواسته باشه اما شبکه مونده میگذاریم هیچ سوسو پهنش میکنیم انشاءالله دستگیری کنم برادرو اما نمیدونم والله علم هم میشکش پرسیدیم اما مگزینی که ما کلاس کرده گرفتیم هم میشکش پرسیدیم 25,000 میگه 25,000 با مقصد زکاس میکنیشه اگر ای مشکش باشه او طرفی بگیم که موزگی همو کلاس که باشه اگر مغزی سرش باشه بگیم جای مهمش باشه او کمتر گرانتر میشه انا به همون خاطر انشاءالله که شما خوب میدونی که مثلا یک 25,000 روبل روسی انا اوش کمی گرانتر میشه مقصد که چگونه ای که مقصد دستگیری کرده الحمدلله که ما کلاس کرده گرفتیم با دستگیری هم دیگر انشاءالله که این چیزا ما به دست آورده میتونیم ای خیل برای یه مخدم طاقت زور نمیرسه بدمه یا قلمه یا دیرمه هر کسی قدری توانش هر چقدری که میتونه انشاءالله که دستگیری ممکن الله سبحانه برکاتون تیا انا خیلی مدت در قفای مسرگردان هستیم انشاءالله روزای دوشنبه که ما سین دوشنبه بریم شهر انشاءالله که استاد بریم که اگر تعمیر شود خوب و نغز اگر که نگم میکروسخیمش سوخته باشه ما مجبور میشیم که مقصد نوار کنیم تا که دستگیری کنم برادر اما به خاطر برادر کمکک همین چیزا ما با دستگیری شما گرفتیم انشاءالله به خواست پروردگار با دستگیری شما قد گرفتیم انشاءالله که امید داریم که ادامه‌اش هم دستگیری شما میشه و خدا برکت بده برادر
انشالله که برادر عزیز کمک با ما برای ما وقت به وقت انشالله فردا خواسته باشه، خداوند خواسته باشه، انشالله که با افیر میکنیم، با صحبت میکنیم. خدا خواسته باشه الله سبحان در عمر و در خاندان هر یک شما برکت عطا کنه. پروردگار سربلندی دنیا و آخرت بالاتر نصیب بگردونه. پروردگار هر خواسته ای که از خداوند در قلبتان هست برآورده خیر بگردونه. الله سبحان در عمر و در خاندانتان برکتی خچ عطا کنه. هر کی را مراد اسم مقصودش حاجت است پروردگار برآورده خیر بگردونه. آمین یا رب العالمین. در پناه الله باشی برادران، ان شاء الله با دعا باشین که به یگان مقصد چی مو عربا چاکیمو خوب شوه. اگر که یگان کمبودی از زبان ما ایجاد شده باشه عذر زیاد به خاطر الله سبحانه یارو مددگارتان باشه. بله برادر، همو مراتب هم انشاءالله که در آن ویدیو هم کرده خمون بود. خدا خواسته باشه انشاءالله که یک نوار دیگه میکنیم، کرده را میگذاریم، انشاءالله صحبت میکنیم. اگر لازم باشه ما کل از کردن صورت میگیریم، رسمای ما رو میمونیم، مثلا میشکش هم میمونیم که هم جاسیش هم چه خیلی های مقصد که چقدر برای ما مبلغ در کاری که ما هم چیزا بگیریم. انشاءالله که حرکت میکنیم که یک نوار پیشکش کنیم. خداوند سبحان نگهبانتان باشه برادران. الله سبحان در عمر جانتان برکت عطا کنه. زنده و سربلند باشی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.